سلام، خیلی خوش اومدی به یه ویدیو جدید دیگه. من سبام و اینجا در مورد فشن صحبت میکنیم. البته تو این ویدیو در مورد کتابا میخوایم صحبت کنیم. به خاطر شرایط مدت و بیکاریه که داشتم کتاب خوندن خیلی جدی وارد روتینم شد. قبلا خیلی پرکنده این کار انجام میدادم، اما دیگه رسما میتونم بگم که کتاب خوندن جزوی از زندگی میشده. و اگه کسی مشکل داره بابت روتین کردن کتاباش، ببین من یه راه حلی برای خودم ساختم. من قبلا کتاب پرکنده، یه بار رمانتیک، یه بار تاریخی، یه بار روسی، اینا پراکنده زیاد میخوندم. خب دیدم که کار من اینطوری نمیشه، گفتم که من باید طور دیگه با کتاب خوندن برخورد کنم و تصمیم گرفتم کتاب خوندن رو به اون چیزهایی که دلم میخواد یاد بگیرم و اهدافی که دارم نزدیک کنم. یعنی چی؟ یعنی کتابایی که میخونم حتما بهم یه چیزی یاد بدن و بتونم یه چیز ازشون استفاده کنم. مثلا اینطوری نباشه که یه بار رمان بخونی، یه بار ادبیات روسی بخونی، یه بار ادبیات آمریکا بخونی، یه بار تاریخی بخونی، یه بار فیکشن بخونی و اینطور چیزا. نه، گفتم که اینطوری به من قبلا تست کردم جواب نمیده، ولی اینطوری که کتاب خوندن یه ارزشی رو بکشم بیرون خیلی به من جواب داده. این ارزشم یعنی چی؟ یعنی من یه سری موضوعات خاص انتخاب کردم و به خودم گفتم که خب امسال تمرکزت روی خوندن اینا باشه، بتونی یه سری اطلاعات خاصی رو پرورش داده باشی تو ذهنت، مغزت رو راجع به یه سری موضوعات خاص باز کرده باشی، پختشون کرده باشی. موضوعاتی که امسال من انتخاب کردم ایران بود و هر چیزی که به ایران مربوطه، و دوم زیبایی شناسیه. امسال میخوام بیشتر در مورد زیبایی شناسی بخونم. سومم زنان. حالا گفتم این دوتا خودش خیلی پرباره، اگه رسیدم مثلا راجع به زنانم مطالعه کنم، ولی آلردی یه سری کتاب سفارش دادم. کتاب سفارش دادن این خوره است. اگه مشکل دارید تو قضیه کتاب خریدن و کتاباتون رو تمام نمی‌کنید و نمیخونید و اینا، من یه سری تیپ دارم برای این قضیه که خودم ادب شدم باشون. میتونم حالا یه ویدیو دیگه راجبش پر کنم. بهم بگید اگه همچین مشکلی دارید. این شد از تا موضوعی که من مثلا انتخاب کردم در موردشون کتاب بخونم. مثلا من خیلی دوست دارم فلسفه بخونم، خب، و تجربه بعدی که با فلسفه داشتم این که از میگم مثلا این رمانه. یه بار کتاب شروع می‌کردم و ول می‌کردم. دوباره یه کتاب سراغ کتاب دیگه میرفتم و ول می‌کردم. از اونجا اصلا فهمیدم که آقا کتابایی که تو می‌خونی، یعنی که مثلا من، شما حالا نمیدونم چه جوری روتینتون، باید روی موضوعات خاص تمرکز کنی که ذهن تو اون موضوع قشنگ جا بیفته، ذهن تو اون موضوع زندگی کنه. مثلا بر همین فلسفه رو میگم دیگه، یه بار مثلا داشتم دربار خار و رز میخوندم، داشتم تویست لاو میخوندم، بعد کنارش داشتم فلسفه میخوندم. نمیشه که. البته کتابای فانتزی مسخره عبدالخیاری خوندن خیلی کمک میکنه که شما بتونید هر چند وقت راحت تر سراغ کتابای سنگین برید. من از این روش استفاده میکنم. هر دو تا کتاب سنگین که میخونم کتاب عبدالخیاری میخونم حتما. هم بهم حال میده، هم از دورانمون 98 مونده اون عادت تو ذهنم و دوست دارم دیگه. دختر و فانتزیاش. چی داشتم میگفتم؟ یادم رفت. داشتم از این میگفتم که خیلی دلم میخواد فلسفه بخونم، ولی هی یه سری کتابا رو باز میکردم ول میکردم. بعد دیدم که فعلا نمیتونم اون توجهی که نیاز دارم به فلسفه بدم. فعلا از تاپیکای کوچیک‌تر شروع کردم تا بریم سراغ قول کتاب خوندن، یعنی همون فلسفه. از نظر من برای خیلی خیلی راحت و دوست داشتنیه. خب بعد بک‌گراندشون هم ببینید دیگه، از چه رشته‌ای اومدن، چقدر مطالعه داشتن از بچگیشون و اینا. برای سری مثل من که تازه کار باشن خب سخت‌تره. برای همین اصلا این قضیه با فلسفه یادم داد که تو باید ذهنتو متمرکز کنی برای کتاب خوندن. اگه می‌خوای فلسفه رو شروع کنی پس دیگه فقط فلسفه باشه. اگه کتاب دیگه هم می‌خوای بخونی سعی کن موضوعات پرت باشه که فقط ذهنتو یه استراحتی بده. مثلا کنار فلسفه یه هنری مثلا علمی بخونی، تاریخی بخونی. میدونین چی میگم؟ اینطوری کتاب خوندن راحت تر میشه. حالا برای من دیگه گفتم یه توصیه از طرف من داشته باشین، شاید شما تونستی مشکلتون اینطوری حل کنی. و امروز میخوام کتابایی که در مورد ایران خوندم بهتون معرفی کنم. یه سری از این کتابا پیشمه، یه سری دیگه به خاطر اینکه من 2 جا زندگی میکنم تو اون جای دیگه‌ن و خب یادم رفت بیارم، یا مثلا گذاشته بودم همونجا بمونه که الکی توی جابجایی هی نباشه کتابا. اول میرم سراغ اون کتابی که همرامه، بقیه‌شو در ادامه ویدیو میذارم. اونطور که از اسمش معلومه تو این کتاب در مورد تزیینات ایرانی حرف زده میشه. اینکه ما توی معماری، کاشیکاری، نگارگری و هنرهایی که داریم از چه تزییناتی استفاده میکنیم و نقش و نگارای ما چه معنی میدن، چی شد که از اون نقش و نگار استفاده کردیم. مثلا اسلیمی رو شما خیلی جاها تو هنر ایرانی میبینید و خب این مثلا میاد این هنرها رو باز میکنه ریشهشون و ازش حرف میزنه که چطور شد که وارد تزیینات ایرانی شد
و مثل المان هنر ایرانی تبدیل شدن دیگه این تزییناتمون. مثلا هر استتیک و هر هنری رو ما با یه سری ویژگیاش میشناسیم دیگه، اینم میاد تزیینات هنر ایرانی رو بهتون معرفی میکنه. من کلا این کتابو خیلی دوست داشتم، از جلدش، صفحاتش، نقش و نگارای داخلش. اگه به کارهای نگارگری و نقاشی و تزیینات ایرانی علاقه‌مندی، من اینو خیلی بهتون پیشنهاد میکنم. و با خودم میگم کاش زودتر میخوندم، کاش تمام جاهایی که رفتم، مثلا اصفهان رفتم یه عالمه، کاش زودتر این کتاب میخوندم و میدیدم که این تزیینات کجاها قشنگ پیاده شده. میدونی خیلی برام مهمه جدیدن که اون هنری که میبینم رو، به خصوص هنر ایران، بتونم پیش خودم ترجمه کنم، بفهمم، درک کنم. مثلا اینطوری فن نبینم چه بنای زیبایی، بتونم توش عمیق شم. آره، بریم کتاب بعدی. شناخت اساطیر ایران. این در مورد ایزدان و اهریمنان و پهلوانان و قهرمانای توی قصه و افسانه های ایرانیه، اونایی که تو شاهنامه بودن، اونایی که تو آیین زرتشت میشناسیمشون و توضیحات خوبی برای هر کدومشون میده. حالا نمیدونم چقدر این کامل بوده یا نه، ولی جایی اسم ژال آموزگار دیدین و بخواستین در مورد ایران چیزی بخونید، حتما کتابو بخرید. و الان که میبینم خیلی از تولید کننده محتوا دارن در مورد افسانه و قصه هامون تولید محتوا میکنن، خب برام دوست داشتنی بود خوندنش. کتاب بعدی بابک خرمدین. من این چند وقت اسم بابک خرمدین رو خیلی توی اکسپلور و اینا دیدم، بعد همیشه هم ریلای که نگاه می‌کردم اینطوری بود که افسوس که ما قهرمانان خودمون رو نمیشناسیم، افسوس که ما خیلی از آدما رو میشناسیم، مثلا بابک رو نمیشناسیم و اسطوره های ایرانی خودمون رو نمیشناسیم و اینو کنجکاو شدم. یعنی اول حس بدی گرفتم که خاک تو سرت که نمیشناسی، و رفتم کتابش رو سریع سفارش دادم. کتاب خیلی کامله خب، و همه جا هم دیدم که این نسخه رو معرفی میکنن. اما یه چیزی هست اینه که یکم به همه ارتباط گرفتم باهاش سخت بود. انقدر عادت کردم این مدت که همه چیز رو تو قالب افسانه و نقاشی و هنر و اینجور چیزا مثلا بهم یاد بدن، انگار یهو مواجه شدم با این کتاب سخت بود. خیلی بعد تاریخیش قوی تره، میدونی؟ یعنی مثلا قشنگ اینکه کجا بودن، چی کار میکردن، چه جنگایی کردن، چه اتفاقاتی افتاد و اینا توش نوشته شده، ولی داستانی برات نوشته نشده که تو مثلا بتونی ارتباط بگیری. یا مثلا قلم سعید نفیسی یکم بر من سخت بود. از کتابم هست تو زمان اشتباه میخونی، یا مثلا اون بازه که دارین کتاب بر میخونی ذهنت باز نیست. حالا نمیدونم من دچار این شدم تو خوندن این کتاب، یا واقعا یکم زبانش سخت بود. اما ببین اگه بابک خرمدین رو دوست دارید بشناسید و اینا، این کتاب خوبه. خب کتاب ایرانی تر، اینو امیر پارسا معرفی کرده بود، من اسکرین شات گرفته بودم. اصلا میپرسی چجوری کتابا رو پیدا میکنی؟ همینطوری اسکرین شات میگیرم از استوری بقیه. من معمولا از بیوگرافی و زندگی نامه و اینطور کتابا خوشم نمیاد، ولی این کتاب رو دوست داشتم. خیلی دلنشین نوشته شده بود و باعث شد که حس خوبی داشته باشم حین خوندنش، یکم هم افتخار کنم. این در مورد زندگی نامه نویسنده و شوهرشونه که جفتشون مثل این که آدمای بسیار فریخته هستن. من تا قبل این کتاب اصلا هیچ آشنایی باشون نداشتم و بعد از خوندن این کتابم با یه سری دیگه آشنا شدم. من یه چیزی که از کتابا دوست دارم اینه که تو هر کتاب تو با یه سری کتابای جدید آشنا میشی، با یه سری آدم جدید آشنا میشی. من همه اینا رو مارک میکنم که بعدا برم در موردشون بخونم. ضروری نیست خوندنش، خب بیشتر یه حس شاعرانه ادبی داره در مورد ایران و حالا چیزهایی که تو فرهنگ و تاریخ و هنرمون داریم. برای هم بهت بگم که حتما باید اینو بخونی، نه، اما خوندنش خالی از لطف نیست، کمه و به نظرم تجربه یه دوست داشتنی میشه برات. و کتاب بعدی ضحاک ماردوش. قصه ضحاک ماردوش احتمالا خیلیاتون بدونید، خیلیاتون تو شاهنامه خونده باشید، خیلیاتون تو ریل اینستاگرام، پادکست، یوتیوب و جاهای مختلف شنیده باشید. من تا حالا کامل قصه ضحاک ماردوش رو نشنیده بودم، به شاهنامه هم دسترسی ندارم. آخه دنبال شاهنامه هم که بخرمش خیلی گرونه، هنوز نتونستم. قرار شد یه سری بخرم برام، ولی هنوز از اونها هم خبر نیست. برام فعلا شاهنامه نداشتم که بخوام ضحاک ماردوش رو بخونم. و دیده بودم که این کتابم 2-3 جا معرفی کردن. قلمشون واقعا شیوا و دوست داشتنی بود برای من باز، و اصلا اینطوری نشدم که یه قصه تکراری رو دوباره داری میخونی و اینا، نه. من این کتاب رو دوست داشتم، خیلی لذت بردم حین خوندنش و دیگه همه چیز به قلم نویسنده است. اگه قلم و بیان نویسنده و گوینده خوب باشه، تو میتونی یه داستان تکراری رو 100 بار بشنوی و این کتاب بر من همچین چیزی بود. بریم سراغ کتابی که همراه هم نیست، عکساشون رو براتون میذارم. 2 قرن سکوت. این کتابم تو دسته کتابای 100% تاریخیه. 100 تاریخی،
من دوست دارم تاریخ رو با داستان بخونم، ولی خب کتابایی که انتخاب میکنم مثل این که داستانی نیستن. دو قرن سکوت برای اینکه بازم وایرال شده بود، محتواش وایرال شده بود، حمله اعراب به ایران و اینجور داستانا، و گفتم که خب برام یه بار بخونم ببینم چه خبر بود دیگه. با اینکه 100% هم این کتاب تاریخی بود، ولی برای من خوندنش از اون بابک خرمدین راحت تر بود. نمیدونم به خاطر قلم نویسنده بود یا چی، ولی اینطوری نیستش که ارتباط نگیرید اصلا با این کتاب. اتفاقا جالب، داستان پردازی خوبی داره یه جاها. اوایل کتابی کم در مورد اون آخرای حکومت ساسانی توضیح میده و بعد وارد حمله اعراب و اینا میشیم. میتونید این قضیه رو به نظر من تو پادکست ها، یوتیوب و اینا یکم هم سرگرم کننده تر، راحت تر بشنوید اگه خیلی به تاریخ علاقه ندارید. باز اگه خیلی به تاریخ علاقه دارید و دوست دارید حتما یه چیزی رو بخونید، چون من همچین آدمی، من نمیتونم گوش بدم، من باید بخونم. دوست دارید که بخونید و یا مثلا دقیق تر دنبالشون کنی، خب چون این نویسنده معروفه، کتاب رو پیشنهاد میدم دیگه. آره پیشنهادش میدم. اینم تو چنل تلگرامم یه بار در موردش توضیح داده بودم، ولی خب چون این ویدیو بهش میاد اینجا هم توضیح میدم. ببین من در مورد این کتاب یه چیز دیگه فکر می‌کردم، یعنی فکر می‌کردم در مورد فرهنگ ایران و اینجور چیزا قراره بیشتر بخونیم، اما این کتاب فرق می‌کرد. از من میپرسید این کتاب چیز ضروری نیست که بخونید. چرا؟ چون نصف کتاب در مورد بزرگداشت‌ها و سخنرانی‌ها و مراسماتیه که ژال آموزگار توشون بوده و حرف زده. مثلا بزرگداشت من بوده، بعد ژال آموزگار اومده تو اون بزرگداشتم در مورد من حرف زده و اینا، یا مثلا یه دکتر دیگه، یه استاد دیگه، یه معلم دیگه، و مثلا سخنرانیایی که تو این بزرگداشت انجام شده توسط ژال آموزگار تو این کتاب همشون نوشته شده. انگار مثلا یکی بیاد سخنان ژال آموزگار رو ثبت کنه. این نصف کتاب و بخش دومشه. نصف اولش باز یکم در مورد تیکه متن‌ها، مقاله‌های کوتاه، نوشته‌های کوتاه در مورد مثلا شاهنامه، یه سری قصه و افسانه های ایرانی، یه سری مراسمات ایرانی و اینطور چیزاست. یعنی انگار تیکه تیکه نوشته های ژال آموزگار جمع کردن. مثلا در مورد 7 خانه رستم چه نظری داشته، در مورد این 7 که هی توی فرهنگ ایران تکرار میشه، جشن نوروز یا مثلا جشن یلدا، اینطور چیزا. مثلا این صحبت های ایشون در مورد این مراسمات و افسانه اینا بوده. من دوست داشتم. اما خب میگم دیگه بخش دوم کتاب همه در مورد اون بزرگداشته و استاده و دکترای مختلفه که من اینطوری بودم که اوکی، من کتاب رو بدون اینکه زیاد در موردش بدونم خریدم و اینا. خب نسبتاً هم گرون بود، ولی نمیشه که الکی بذارم یه گوشه. من چیکار کردم؟ من رفتم در مورد اکثر اون استادا، دکترا، معلمایی که ژال آموزگار تو مراسماتشون شرکت کرده، در موردشون سخنرانی کرد، تو مراسم ختمشون، یاد بودشون، بزرگداشتشون و اینا، در موردشون اونایی که خوشم می اومد و میدیدم که مثلا با رشتهشون ارتباط میگیرم تحقیق میکردم. بعد باز اونجا دیدم که اینا خودشون چه کتابایی نوشتن، باز آشنا میشدم با اونا و اینطوری دیگه کار در آوردم دیگه. مثلا خانم ژال آموزگار میومد در مورد استاد مثلا شهریار صحبت میکردم، من میرفتم در مورد شهریار میخوندم و کتاباشون، ببینم چه کتابایی میتونم از اون بخونم و اینطور چیزا. اینطوری نیستش که بگم حتما باید داشته باشین، حتی به نظرم نداشتین. این کتاب یک متن حماسی، شعر حماسی گونه است که تو دوره پیش از اسلام ثبت شده. قرار بوده توی کتاب بزرگی که حالا از دوران ساسانیان مثلا می‌خواستن توش همچین چیزایی رو ثبت کنن بمونه برامون، که از اون کتاب چیزی نمونده، اینجا نوشته شده. این یه متن پهلویه، زبان پهلوی، و خب من علاقه‌مند بودم که بخونمش به خاطر اینکه دوست داشتم این سری چیزا از پیش از اسلام بخونم، یعنی قشنگ مال همون دوره، و اینکه داستانش هم دوست داشتم، دلشو، نویسنده‌شو که ژال آموزگار باشن دیگه. بهتون بگم کاورش اینا همه رو دوست داشتم. و خب خیلی کوچوله، شما هیچ وقت از خوندن کتاب کوچولو هیچ ضرری نمیبینید که. من دوست داشتم اون داستانی که تعریف میشد، مثلا 6 ماه پیش خوندم، ببخشید خیلی دقیق یادم نیست، مثل یه قصه که حالا یه جنگی میخواد بشه، بعد حالا پادشاه دارن کلکل میکنن و خیلی خبررسان این وسط هست و یه سری پیشگوی اینکه چه اتفاقی قرار بیفته و اینا، یه همچین چیزیه. متنش دلنشین بود. خب کتابایی که میتونستم بهتون معرفی کنم تمام شد، همین 8 بود. من خودم 4 کتاب دیگه هم که در مورد ایران و اینا هست خوندم. یه کتاب دیگه هم دارم که باز هنوز تمامش نکردم. از این کتابی که نخوندم معرفی کنم خیلی بدم میاد بچه‌ها، وگرنه معرفیش می‌کردم حتما. و اون 4 کتاب دیگه هم چون به مقاله که میخوام بنویسم، حالا نمیدونم که آپلود بشه، مربوطه، فعلا دوست دارم موضوعش پیش خودم بمونه.
بعد که اون مقاله منتشر شد کل کاری که کردم و کتابی که خوندم و چیزایی که انجام شد براش و اینا رو میام توی ویدیو یوتیوب تعریف میکنم، چون فکر میکنم اونجایی راحت تره معرفی اون کتابا. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهم بودین. اگه از این مدل ویدیو خوشتون میاد، از اینکه توش بیام کتابا اینا معرفی کنم، به هم بگید که ببینم ادامهش بدم یا نه. سابسکرایبتون نره. تا ویدیو بعدی، بای بای.